دادگاه شهر نارک یک ساکن محلی را که به خودکشی رسانیدن همسر و بسیار زنی متهم شد با پرداخت جریمه آزاد کرده است. مسئولان دادگاه شهر نارک در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دادگاه فرزندان نابالغ محمد ظریف شریپوف از همسری اولش را به اینابت گرفته او را با جریمه از جوابگری آزاد کردند. حکم دادگاه نیز قوه قانونی گرفته است. گفت این منبع الف ما خدای نظر و زنی 28 ساله ساکن دهه لنگر شهر نارک روز 13 ایول سال جاری خود را به دریای وخش انداخت و به هلاکت رسید. بعداً معلوم شد که او آبیستن بود. جسد این زن را با گذشت 1 ماه از آب وخش پیدا کردند. فرضیه اصلی دست به خودکشی او آزار و اذیت پیوسته در خانه شوهر گفته می شد. الف ما از شوهر اولش طلاق گرفته 1 سال قبل به نکاح محمد ظریف شریپوف در آمده بود. نزدیکانش میگویند او با همسرش زندگی بسیار پیچیده داشت، پیوسته دعوا میکرد و روزهای آخری حیاتش در خانه مادرش زندگی میکرد. مسئولان دادگاه شهر نارک حجم جریمه را آشکار نکردند، ولی یک مسئول حکومت این شهر گفت که محمد ظریف شریپوف ساکن کوچه بای میرزا شکوروف با پرداخت مبلغ 12,000 سامانی جریمه مجازات شده است. محمد ظریف شریپوف 42 ساله روز 13 ایول در روز خودکشی همسر دویمش الف ماه خدای نظر و 28 ساله بازداشت و علیه او بر اساس 2 ماده کودکس جنایی به خودکشی رساندن و بسیار زنی پرونده جنایی باز شد.